بیت کوین 1 میلیون دلاری خیلی‌ها بهش میگن توهم، اما غول‌های وال استریت دارن براش تاریخ دقیق تعیین میکنن. بیا بر اساس فکت‌های مؤسسات مالی بزرگ صحبت کنیم، نه شایعات تلگرامی. اول از همه کتی وود، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری آرک اینوست، در گزارش رسمی خودش اعلام کرده که با ورود چراغ خاموش بانک‌ها و سرمایه‌گذاران حقوقی، بیت کوین تا قبل از سال 2030 به این عدد میرسه. دوم، مایکل سیلور، بزرگترین خریدار شرکت‌های بلاکچینی، معتقده که بیت کوین قرار نیست فقط یه دارایی باشه. اون داره جایگزین طلای جهانی میشه. اگه بیت کوین فقط نصف سهم بازار طلا رو بگیره، عدد 1 میلیون دلار دیگه یه رویا نیست. یه ریاضیات ساده است. اما بریم سراغ واقعیت. برای اینکه بیت کوین به 1 میلیون دلار برسه، باید ارزش کل بازارش یا مارکت کپش به حدود 20 تریلیون دلار برسه. یعنی نقدینگی وحشتناکی که باید از بورس آمریکا و بازار طلا خارج بشه و بیاد توی کریپتو. این اتفاق یه شبه نمیفته. نیاز به قانونگذاری‌های خیلی سختگیرانه و پذیرش رسمی توسط دولت‌ها داره. پس مسیر اصلاً هموار نیست. حالا که توی سال 2026 هستیم، بعد از تصویب ETF های اثبات بیت کوین و اتریوم، می‌بینیم که فاندامنتال های بازار چقدر قوی شده. هرچند الان در فاز نوسانی چرخه ها هستیم، اما آمارها نشون میده که سرعت پذیرش بیت کوین از سرعت رشد اینترنت در دهه 90 هم بیشتره. بیت کوین 1 میلیون دلاری شاید امروز عجیب به نظر برسه، ولی یادمون نره یه روزی بیت کوین 1000 دلاری هم جوک سال بود. توی بالینکس ما عمیق‌ترین تحلیل‌های فاندامنتال رو براتون آماده کردیم. به نظر تو این عدد واقعیه یا توهم؟ نظرتو برامون کامنت کن.